محسن یه پلکش رو صاف نمی‌کنه. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها اومدیم تو این ویدیو بهترین کلمات کرکی برای شما معرفی کنیم. و بچه ها بخشید واقعا تو این مدت که نبودن بچه ها کانتنت کم داشتم و واقعا عذر میخوام که تو این 12 روز جنگ نبودم و بعد از جنگ هم حتی نبودم و اومدم برای شما یک کلمات معرفی کنم که بهترین کلمات کرکیه و تنظیمات خودم بهتون میدم. حتما تنظیمات خودم رو بذارید و آره بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه شیفت سمت راست رو میزنید و وارد منو میشید. خب منوی هم سیم کنید و بچه اگر میخواد بک‌گراند شما قرمز بشه مثل من، چرخ دنده سمت چپ پایین رو بزنید. بعد میایید پایین، این گزینه بالا رنگش سفیده، میایید تغییرش میدید و هر رنگی که دلتون خواست میتونید تغییرش بدید و آره خیلی چیز خیلی باحال و قشنگیه. من قرمز میذارم که با اسکین ست باشه. خب آرمور HID. خب این آرمورای شما رو خب قشنگتر میکنه و یه جورایی حالت انیمیشن به آرمورای شما میده، آرموراتون رو خیلی قشنگتر میکنه. حالا من این آن آف میذارم به خاطر FPS. حالا خب این گزینه هست HB دراگون بالای صفحه شما. خب تو بعضی از سرورها دیدین اگر اونو آن بذارید برای شما میاد، اگر آف بذارید برای شما نمیاد و من آنش میذارم چون خیلی رو مخه. خب بچه ها خب این گزینه کامبو دیسپلی، این گزینه خب میاد به شما خب مقدار کمبویی که به حریفتون وارد میکنید نشون میده و خیلی چیز مفیدیه. حالا من آفش میکنم چون نیاز نیست، من فقط دبلیو تب میکنم و زیاد موومنت ایدی و اینا بلد نیستم، همین دبلیو تب کنم هم زیادم. خب این گزینه میاد مختصات شما رو نشون میده، ارتفاعتون رو نشون میده، برید عقب و جلو مختصاتش تغییر میکنه و آره هر موقع میرم بد فایت این گزینه رو آن میکنم. خب CPS از نظر من همیشه آن بذارید، خیلی خوبه که بدونید چقدر CPS میگیرید، شاید براتون مفید باشه. من همیشه آن میذارم و اکثرا خیلی آن میذارمش و اینم تنظیمات CPS من و آره خیلی تنظیمات خوبیه، حتما بذارید و آره. خب این گزینه FPS، این FPS شما رو نشون میده و آره FPS من کمه چون که من هم دارم رکورد میکنم، هم این که گوشیم ضعیف و هم این که تو بوجابم. آره خلاصه و آره به خاطر همین FPS هم که حالا کارش میکنم. کیس ترکی. حالا کیس ترکی چیه؟ دکمه‌ای که استفاده میکنیم توی ماینکرافت تو گوشه برات شما میاره. حالا من چون صفحه من بزرگتر از صفحه معمول ویدیوه برای شما معلوم نیست. من هر موقع دارم تایمینگ یه بیچی یاد میگیرم همینو آن میکنم و آره هر موقع میخوام اون والک بزنم که زیاد بلد نیستم آنش میکنم تا بتونم بهتر اون والک بزنم و تایمینگشو بهتر و دقیق‌تر ببینم. آره حال کردین مثلا این مون والکو. خب خلاصه اینو آف میکنم به خاطر اینکه FPS کم میکنه. خب این شمال و غرب و جنوب شما رو نشون میده. حالا فکر کنم نسخه بالاتر 1.21 و اینا مال سیم کلانیت اومده، حالا خواستی معرفی میکنم تو کامنت حتما بگید. این گزینه برای شما مفیده تو نسخه های بالا، تو این نسخه اصلا به دردی نمیخوره. خب این مموری مقدار قدرت پردازنده گوشی یا پیسی تو یا لپتاپتون رو نشون میده که چقدر ازش استفاده میکنه و فکر کنم برای وضعیت مفید باشه. پک اوورلی، این پک اوورلی میاد پکایی که شما استفاده میکنید و باش بازی میکنید و نشون میده و آره خیلی چیز خوبیه و آره خلاصه اینم تنظیمات پینگ. این پینگ شما نشون میده که واقعا هم خیلی چیز خیلی خوبیه که اینکه پینگ خودتون رو بدین. حالا پینگ ما همیشه بالاست، شاید هم بعضی وقتا کم باشه. خب
پلی تایم این مقدار زمانیه که بازی میکنید و نشون میده. الان من 9 دقیقه تو مپم و آره خلاصه نشون میده چند ساعت و چند دقیقه بازی کرد. این پوشن بچه دقیق این گزینه رو نمیدونم و آره نمیدونم دقیق این گزینه، ولی واسه پوشن افکت دوتاشون به هم ربط دارن، همین رو فقط میدونم و آره خلاصه اینو آف میذارم چون اصلا به درد من نمیخوره. حالا شما اگه چیزی میدونستید آنش بذارید. خب این پایینتر این پوشن افکت همین پوشن شما رو نشون میده و تایم تمام شدنش و شروع شدنش رو نشون میده. خیلی چیز خوبیه. حالا واسه بعضیا که استک میکنن خب این پایینتر خب این اسکرول بورد این نشون میده لیست سرور رو برای شما نشون میده و تیم های مثلا میخوای برید تو بدوارد یا اسکوارد همینجوری بهتون نشون میده، تیم ها رو بهتون نشون میده چه رنگی ان و اینا. خلاص اینو همیشه آن بذارید. خب این سرور آدرس این سروری که شما توش میدید آی پیشو میزنه، آدرسش هم میزنه و آره این این اسپید متر این سرعت شما نشون میده که چقدر سرعت دارید و الان من توی سرعت مشخصی دارم میدوام، میبینید آره هیچ تغییری نمیکنه و آره حالا شاید برای بعضیا به درد بخوره. تایم دیسپلی این ساعت شما نشون میده مثلا ساعت چنده. آره کلا خلاص این همینه و با ساعت ما یکیه چون آره. خب این گزینه توگه اسپرید باید همیشه آنش بذارید. خیلی چیز خیلی خوبیه از نظر من. هر موقع میخوام بلیچ بزنم اینو آن میذارم چون نمیدونم که مثلا دارم میدوام یا نه. خلاصه این آیتماتون رو دو بعدی میکنه. خب برای این دمیج میخوریم این بالاتر این اسکین شما رو خب این سه بعدی میکنه که خیلی چیز بالا قشنگیه، خیلی چیز قشنگ و باحاله. حتما اگر خواستید آنش بذارید واسه اسکینتون. خب این انیمیشن از نظر من همیشه آن بذارید. اینم تنظیمات انیمیشن من چانک انیمیشن هم داره. آره جیو انیمیشن هم اسپید داره. این اوتو فرند فکر کنم بچه این گزینه مال همون امنو اصلی سی ام کلانیت. وقتی وارد کلانیت میشید میتونید فرنداتون رو بیارید. حالا این اوتو فرند فکر کنم مال اون حالا فکر کنم تگ میذاره نمیدونم. این اوتو جی جی هر موقع یه دست رو وی میکنید خودش جی جی مینویسه. اینم اوتو تکس، اینم بلاک اوورلی که همین خطای سیاه دور بلاک که میبینید گذاشته اینو یعنی نشون میده بلاکو. خیلی چیز باحالیه و آره اینم کاستومایز مال کاستومایزه که من پوشیدم. باید یو آی دی شونو از دیسکورد همین سی ام کلانت بردارید و آره. خب این گزینه کراسر شما رو نشون میده که شکل کراسر عادیتون و دیفالت بازی میتونید تغییر بدید و این شکل خیلی بدی گرفت، خیلی بده و آره خلاصه این شکلتون میتونید تغییر بدید. من رو آروف میذارم. خب این گزینه این اموت که دنس، آره خلاصه این دنس این گزینه هر مال که این گزینه جدیده که سیم گرانید آپدیت داده بود. حالا اگر اینو آن کنید دور صفحتون وقتی دمیج میشید هولوی قرمز می. اینم هر موقع میخواید مثلا همه جا روشن باشه اینو آن بذارید. اینم نمیدونم این هیت باکسه که هر موقع میخوام بریم باکسینگ یا پی وی پی کنید اینو آن بذارید. اینم هیت کلور. این هیت کلور چیه بچه ها؟ هست هر موقع به حریفتون ضربه میزنید یه رنگ قرمز میشه. خب این که رنگشو تغییر بدی به توسی و اینا. خلاصه خیلی باحاله. اینم امباتی فیکس. این آیتمه که آیتماتون رو پرت میکنی که خود انیمیشن بهشون بده. اینم نیم تگ. اینم موشن بلوره که اصلا برام آن نیست. اینم
اینم اولد انیمیشن، این پارتیکال، اینم این گزینه بچه چیکار میکنه هر موقع دکمه آلتو بگیرید دورتون رو میتونید اونطوری مثل فریکم اونطوری کنید. این شنیبات، اینم اسکین، اینم تب، اینم ظهر و شبتون رو نشون میده، اینم ویو کیپ. حالا این چیه این بچه؟ این گزینه کیپ شما رو میاد. اگه این گزینه اول بذارید رو ویو میبینید که کیپش منو نگاه کنید، انگاری داره باد بهش میخوره و خیلی چیز باحالیه. و این دیگه تنظیماتی نمونده تو این قسمت. و حالا اگر خواستید تنظیمات این قسمت مال منو حتما بذارید بچه. این تنظیمات خیلی خیلی مهمه و آره دمتون بچه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو بودی بچه. حتما لایک های این ویدیو تا 10 تا برسونید بچه. بالای 10 تا اگر رسوندید من هر مجازاتی که تو کامنت ها بگید و انجام میدم اگر لایک این ویدیو بالای 10 تا برسه. دمتون گرم بچه تا اینجا ویدیو بودید به ما بدید و آره دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. لایک و ساب یادتون نره، یادت نره لایک کنی. بای.